بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. دوستان عزیز اهل سنت و جماعت و هر کس صدای من را میشنود، خواستم همه شما را هشدار بسازم یا درست بکنم در این ماه مبارک رمضان و در این روز مبارک، روز جمعه، و خصوصا در این ساعت اجابت دعا بعد از نماز عصر تا نماز مغرب را ساعت اجابت دعا می باشد. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود هر کس در این ساعت موفق شد از الله سبحانه و تعالی هر مسئله که میپرسد الله سبحانه و تعالی از او قبول میکند. و از این خاطر دوستان عزیز خواستم شما را یادآور بکنم به دو چیز: و استغفار و دعا کردن، و بسیار استغفار کردن به سوی الله سبحانه و تعالی، و همچنین دست برداشتن به سوی الله سبحانه و تعالی، دعا کردن. چرا با استغفار زیاد و چرا با دعا کردن؟ باید هر یک شخص عاقل اینو درک بکند. امروز عالم بر چه حالت گرفتارند؟ در روی عالم چه مصیبت وجود دارد؟ و از این خاطر دوستان عزیزم نباید فراموش کرد که اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. الله می فرماید هر مصیبتی که بالای ما آمد، هر مصیبت و بلا و آفتی که بالای ما و شما نازل می شود، فبما کسبت ایدیکم، با دستان خود، با عملهای ناسزای ما و شما، الله سبحانه و تعالی این مصیبت را نازل کرده است. نباید فراموش کرد که مصیبت نازل نمی شود مگر به معصیت. مصیبت و بلا و آفت نازل نمی شود بر علیه امت مگر به معصیت کردن، و چنگ زدن گناه، اعراض کردن، روی گردانیدن از فرمان الله سبحانه و تعالی، دوری کردن از اوامر الله سبحانه و تعالی. و مصیبت برداشته نمی شود مگر به توبه کردن. این کرونا ویروس و دیگر مصیبت ها از بالای امت برداشته نمی شود تا اگر بندگان باز نگردیم به سوی الله سبحانه و تعالی، تا اگر استغفار نکنیم. و از این خاطر دوستان عزیز الله می فرماید که و یعفو عن کثیر، بذب این که ما و شما اینه که گناه انجام میدهیم، الله سبحانه و تعالی می فرماید که و یعفو عن کثیر. ناامید نشوید که الله سبحانه و تعالی بسیاری از گناهان را می بخشد. و از این خاطر دوستان عزیزم بسیار استغفار بکنیم، هر گناهی که از ما و شما صادر شد توبه بکنیم، توبه نصوح بکنیم، عزم بگیریم که دیگر باز نمیگردیم به سوی توبه، به سوی گناه، استغفر الله، باز دیگر به سوی گناه نمیگردیم. عزم بگیریم، یقین و جزما این را اینه که برای خود قرار بگیریم که دیگر باز نمیگردیم به سوی گناه. توبه بکنیم به سوی الله سبحانه و تعالی، توبه نصوح بکنیم. امید است که الله سبحانه و تعالی بردارد این مصیبت را. امید است که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما رحم میکند. دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی این مصیبت را بردارد. دعا بکنیم که الله سبحانه و تعالی خانه هایش را باز بکند. نباید فراموش کرد که به الله قسم از این کرونا ویروس دیده، از این مصیبت و بلا دیده، بلای بزرگتر و آفت بزرگتر و سختتر و شدیدتر بستن مساجد است، محروم شدن از نماز جمعه و جماعت است. مصیبت حقیقی این است دوستان عزیزم. به سوی الله باز بگردیم دوستانم، توبه بکنیم، استغفار بکنیم زیاد، که مصیبت حقیقی محروم شدن از جمعه و جماعت است، از نماز تراویح است. این ماه عبادت است که ما و شما محروم هستیم. و از این خاطر دوستان عزیزم باز بگردیم به سوی الله. هر آینه اگر نجات را بخواهیم در دنیا و آخرت، به سوی الله باز بگردیم، بسیار استغفار بکنیم،
بسیار ذکر الله را بکنیم، بسیار دعا بکنیم. درهای کشادن تمام خیر و احسان استغفار و دعا کردن است، ذکر کردن از ذکر الله سبحانه و تعالی. دعا بکنیم دوستان عزیزم در این ساعت اجابت دعا، در حالت های اجابت دعا، در سه یک شب، در بین اذان و اقامه، در سجود بیشتر دعا بکنیم تا اینکه الله سبحانه و تعالی از این بیشتر عقاب ما نکند، از این بیشتر بلای را برای ما و شما نازل نکند. دعا بکنیم، استغفار بکنیم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله میفرماید، بگو ای پیامبر برای بندگانم که من برای آنها نزدیک هستم. فإني قریب أجیب دعوت الداعی، دعوت بندگانم را قبول میکنم. برای بندگانم بگو از رحمت من ناامید نشوند. به ضمن اینکه گناه انجام میدهیم، الله سبحانه و تعالی لطیف است، الله سبحانه و تعالی غفور و رحیم است. دعای ما و شما را به ضمن این گناهانمان قبول میکند. فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا به لعلهم یرشدون. الله سبحانه و تعالی میفرماید که برای بندگانم بگو ای پیامبر، هر آینه اگر دعا کردن، دست برداشتن به سوی من، بازگشتن به سوی من، الله سبحانه و تعالی میفرماید که از بندگانم قبول میکنم. و از این خاطر دوستان عزیز، این ماه مبارک را ما و شما به استغفار و دعا کردن سپری بکنیم، بیشتر دعا بکنیم. دوستان عزیز، در این ماه مبارک الله سبحانه و تعالی درهای مساجد را باز بکند. دعاگو باشیم دوستان عزیز، الله قادر است که هر چیز زودتر خانه هایش را باز بکند. همچنین دعاگو باشیم دوستان عزیز، کسانی که مکر میخواهند، کسانی که میخواهند مساجد، خانه های الله همیشه بسته باشد، میخواهند که مسلمانان را دور بسازند از دینشان، از مساجد محروم بسازند از جمعه و جماعت، دعاگو باشیم که الله سبحانه و تعالی اینها را عبرت برای عالمین قرار دهد. الله سبحانه و تعالی بلای را و آفت را و مصیبت را بالای اینها نازل بکند که عبرت قرار بگیرند برای عالمین. و الله سبحانه و تعالی برای ما و شما رحم بکند، در حال ما و شما رحم بکند و گناهان ما و شما را عفو و مغفرت بکند. دوستان عزیز، این ماه مبارک را، این لحظه های پر ارزش را از دست ندهیم، این غنیمت ها، این فرصت را از دست ندهیم. و این موسمی است که دوستان عزیز باید که رضایت الله را به دست آوریم، دوری بکنیم از گناهان، از معصیت، خصوصا در این فضای مجازی. هر کسی صدای ما را میشنود، از الله بترسیم، از الله بترسیم، از گناه دوری بکنیم، از معصیت دوری بکنیم، از نظر محرم دوری بکنیم، از شد کردن با زنان بیگانه، صحبت کردن با زنان بیگانه و از زنها با مردان بیگانه صحبت کردن، از الله بترسیم، دوری بکنیم. هر آینه اگر ما نجات را بخواهیم، هر آینه اگر ما بخواهیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را خوشبخت بگرداند در دنیا و آخرت، باید که به سوی الله بگردیم، باید که رها بکنیم، دوری بکنیم از تمام گناهان و معصیت. و بالله توفیق و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین والحمد لله رب العالمین.